در شرکت روده کار میکنیم. شرکت رودی از چی رقم؟ زغال سنگم خوب فریمان میه، چوبم فریمان است. اینم 4 نفر هستیم چوب میدم میکنیم بیگا اگه نون دولادا ببریم. اینمی را که میگه به نام شیخک است، اینمی زغال که میبینی واسه نداره هیچ کس چوب قیمت از زیاده توان مردم نیست که چند شده قیمت چوبان؟ اینمی چوب وطنی از زیاده اینی خروار است. شما چقدر وقت میشه دیگه کسب و کار هستین؟ از ما پدرها و پدر کلانای نسلیز؟ آره این نسلی سیم میشه. سلام و درود نثار تک تک شما دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشید. از هر گوشه دنیا که ما رو بیننده هستید لباس عافیت بهتون داشته باشید. ما عمران قیمی هستم و شما رو خوش آمدید میگم با یک گزارش دیگه. ما امروز آمدیم به چوب فروشی چمند ببرک. چون زمستان کم کم در راه است، نزدیک شده رئیس هوا کم سرتر است. هوای چوب فروشی و زغال سنگ فروشی ببینیم که در چی حال است. مردم خرید میکنن، آیا قیمتاشون بالا رفته یا کاهش پیدا کرده؟ چون در اواخر استخراج معدن زغال سنگ خیلی زیادتر بود، شاید در قیمت‌های زغال سنگ کاهش پیدا شده باشه. ما همه قیمت‌ها و هر نوع چوب و هر نوع زغال سنگ که در چوب فروشی چمند ببرک باشه با شما به تصویر میکشم. امیدوار هستم تا آخر برنامه رو با ما باشید و ما را همراهی کنید. خوب است ان شاء الله؟ شکر سلامت باشید. و خدا را ان شاء الله. وقت داریم ها؟ شما اگه اول اسمتون بر ما بگوین. چی بگویم برایتان؟ اسمتون، نامتون. اسمتون خاک خیر محمد. خیر محمد جان، شما امروز آمدین از چوب خریدن؟ بله بله. چیز خریدن یا نه؟ خریدیم چوب خریدیم. چوب چی خریدین؟ چوب یارچه بلود. قیمتاش چند بود؟ چقدر خریدین؟ قیمتاش یارچه را سری 170. 170 چوب 170 و بلوطا؟ بلوچ سری 120. چقدر خریدین؟ یک سر 150 سر خریدیم. بازی چقدر وقت و نقاط باز کرد؟ نصف سال میشه دیگه، نصف سالم دیگه باز مجبور دیگه باز پیسه نیست دیگه باز آمده بگیریم. بازو خدا مهربان است. خدا مهربان است. وقت هر وقت سال می وقت شما خرید میکنین؟ هر وقت سال می وقت خرید میکنیم، از کمی که دیگه میبریم دیگه، ولی دیگه نه پورا نمیشه، از زمستان زیاد است. این سالهای دیگه قیمتش چطور بود و با امسال چقدر تفاوت داشت؟ سالهای دیگه یک چیزی خوب بود، امسال بخیر قیمتی زیاد است. چقدر مثلا تفاوت آمده؟ سیر 30 روپیه، 40 روپیه، 50 روپیه تفاوت آمده. خب قیمتی بخیر از اندازه بیرون است. حالا نظر به این گفتن شاید بلوط 1.5 چند بلند شده باشه. هر بلوچ هم با کنیم زیاد شده، بلند شده. شما خودتون مصروف چی کار هستین؟ ما هیچ کار نداریم، فقط شرکت روده 3 وقت کار میکنیم، پر میکنیم خالی. شرکت روده. چی را؟ در شرکت روده کار میکنیم. شرکت رودی از چی رقم؟ یعنی شکم پر میکنیم خالی میکنیم 3 وقت. خلاص نمی وظیفه تان شد. وظیفه بچه‌ها چی کار میکنن بخیر؟ بچه‌ها یک شک زرنجک داره، یک شک سرایچه داره، اینجا میگه در لاین اینجا. چیز خو ان شاء الله درس خوندن. درس که میخوندی کارا رو میکرد. حالا از خاطر که زیادتر مردم میبینیم اگر چی درس خوندن باز این کارا رو پیش میبرن. شکر است، با شکر است، خدا مهربان است. یک چیز میشه. چیزی میشه، شکر است. درست است، مصروف مزاحم وقت نمیشیم. چیز پایم چیز گفتنی داشته باشین کمره من خدمتتون است. دیگه چیزی گفتین دیگه ما ندارم. تشکر بخیر باشین. سلامت باشید. خدا. خب ولی میرم امروز چوب فروشی صحبت میکنیم که ببینیم قیمتاشون در چی حال است و همچنین چی نوع چوبای دارن. با ما باشین. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حاجی محمد حکیم، یک چوب فروشان شهر کابل واقع چمن ببرک. بسیار زیاد خوش شدیم. شما چقدر وقت میشه دیگه کسب هستیم؟ و تقریبا بیش از 10 سال شاید شود. تجربه تان نام خدا کافی است. بهتر از توکل به الله. خانه اینجا نزدیک است؟ بله، خانه کابل میشنیم. چطور است وضعیت چوب و همچنین زغال سنگ به فروش میرسه؟ قیمتاشون چطور است نسبت به سال دیگه؟ والا الحمدلله فعلا خوب است. زغال سنگم خوب فریمان میه، چوبم فریمان است. این درباره سوخت هیچ کدام مشکلی نیست. کدام نوع چوبا را دارین شما؟ چوبای توت است، بید است، چوبای غز است، چوبای لاچو است، چوبای وطنی است. قیمتای از اینا چند شروع میشه؟ از 5,500 تا 6,500 7000 است. و چوب بلوط خو شما ندارین؟ بلوط فعلا بند است به خاطر که جنگلا را مردم نزنه، کوه صاف نشه به خاطر سیلاب یا اگر مشکلات دیگه است. فعلا بلوط نیست. باز دکاندارایی که بلوط داره پارسال
یک مارا را اعلام کرده بود به مخاطر کم کم کدام دکان یا خروار دو خروار چون که تا حال مردم بلود نمیخرید آل میخرن شاید اونوار بخرن دیگه. شما بسیار به یک موضوع خوب اشاره کردین. بر بینندگان فکر کنم شاید سوال پیش شده باشه که خیلی از دکاندارا میگفتن که فقط چوب بلود بند است. دلیلش پرسان میکردیم دلیلش بر ما نمیگفتن که از چه دلیلی یا با خبر نمیبودن. و شما گفتین گستر جنگلات و همچنان نمیفهم دیگه چی گفتین همون دلایلش اگه بر ما وضاحت بسازین. جنگلات جات هست دیگه به خودتان معلوم است که یک درخت که باشه چقدر اکسیژن تولید میکنه. به مخاطر جنگلات رو باید مردم نزنه کوه سرسبز باشه کار خوب است. امی جنگلاره که بزنان مثلا سالهای قبل خیلی میزدن و همچنان سیلای بسیار شدید در وقت بهار و تابستان جاری میشد. نمی جنگلات فکر کنم شاید از سیلای جلوگیری کنه. بله ها و صد او گپ میاد جلوگیری میکنه. ای از چوبای بلود از کدام ولایت میامد که فعلا بندش کرده جنگلات در کدام ولایت قرار داره؟ ولایت تا طرفای از طرفای خوست میه از پکتیا میه از طرفای جلال آباد کنر لغمان کوهایی که بلند است جنگلات داره. یا همش بند ساخته؟ بله کلش بند ساخته. و به نظر من فکر کنم یک اقدام نیک است از طرف محیط زیست. بسیار کار خوب کرده که امیر بند کرده. کار خوبه. باز در حساب سوخت زمستان کدام مشکل خو ایجاد نمیکنه چوب. ان شاء الله شاید ایجاد نکنه به خاطر که کانای زغال سنگ زیاد است. زغال سنگ مردمی وطن است. بله. هیچ مشکل نداره ان شاء الله فرمان است که بخوای مردم. استخراج زغال سنگ فکر کنم زیاد شده قیمتشون پایین اومده. بله آزاد است زغال. چند است فعلا قیمت زغال سنگ درجه اولش؟ اما درجه اول بلندترین زغال فعلا 7000 است خروارش. تونش تقریبا 2.5 یا 11000 میه چون که یک مسئول هم داره دیگه مشکل نداره آزاد میاد زغال بالا پایانش تا 5000 5500 4000 هم است. خوی درجه اولشون نسبت به سال دیگه خیلی کاهش پیدا کرده. تقریبا تا 16000 هم رسیده بود فکر کنم سال قبلی. نه اما ملخای سابق فرق نکرده. خوب است ان شاء الله. فضل خدا حاجی صاحب دیگه خوب هستی جان منجور خوب بخیر باشید برادرها دیگه صحت شریف خودتون. میگه خوب است. بخیر باشین تشکر. نامتون اول؟ نام سفرعلی از ولایت بغلان. آقای صاحب سفرعلی. بله شما چقدر وقت میشه دیگه کار هستین؟ یعنی صاحب یک طول 3 سال میشه یعنی وظیفه ما میخوام که دیگه کار نیست یعنی اینجا چوب میدم میکنیم. چوب میدم میکنید دیگه چوب فروشی چیز سیم نیستین؟ بله صاحب. دیم چوب فروشی هر چوب فروشی باشه صاحب چوب میدم میکنیم. دیگه کار مور نیست یعنی اینجا خود مصرف میکنیم که یک لقمه نون دولتا پیدا شه نون حلال یعنی میتونی که حاجی صاحب روزانه شما چقدر چوب میدم میکنید؟ روزی 2 خروار 2.5 خروار انتظار 2 خروار 2.5 خروار زیاد نیست؟ نه صاحب باشه هم کوئی میدم میکنیم دیگه 4 نفر هستیم 4 نفر هستیم صاحب چقدر میگیرین از 4 2.5 3 خروار؟ از این خرواری 600 خروار 600 صاحب باز خوب است یک چیز میشه غلیمت است صاحب بونم 4 روز یک لقمه نون پیدا شوه این کدام چوب است؟ چوب ارچه صاحب چوب ارچه باز چوب بلوط و دیگه چوبا رو ما میدم میکنیم اون چوبا رو دیگه نفر میدم میکنم ما مسئله که ما چوبه که سوخت میدم میکنیم آتشی داغک اونو میدم میکنن چوب بلوچ اون مردم ها امی وضعیت بازار چوب فروشی چطور است مثلا فضل خدا ولی چوب نیست مقصد دیگه خوبه چوب کمری دمیش روز نمیآید کم شده چیزی کم شده یک چیز نو به زمستان رسیده رو استیم یک چیز خنکک شده دیگه مردم این میره نو کمری میزد کاش کدر رویه که میشود از زمستان داغک د سوخت بری داغک بخاری و سماوات و چیزا فعلا چوب بگیرن ارزان خوب است یا وقتی که زمستان دیگه شروع شد تقریبا یالی خوبه زمستان اگر بلند نمای موره فعلا قیمتاش چند از خودت خبر داری؟ قیمتا دقیق قیمتی 4000 خروار شد کدام چوب؟ چوب چنار و توت چنار و توت اونو چوب که هست بلوج هست و 11000 12000 چوب بلوط یک چیز قیمت‌تر میباشه یعنی چوبایی یکی از وطنی میآید یا کمر ارزان است اونو چوبای بلوچ که هست و اگر قیمت است خودتون با سوال چیز گرفتین بر خودتون؟ نه والا حاجی صاحب کجا میشه از این چیز جور میشه که بگیریم مقصد امروز گذرانی بیگا دا بیگا یعنی 4 نفر هستیم چوب میدم میکنیم بیگا دا بیگا اگر نون دولادا ببریم باز یک چیز چوب براتون نمیته آخر کار نه چوب پیسه میته دیگه چوب نمیته چقدر رقمش خودتون در کابل هستین؟ خود ما یعنی 20 سال 25 سال میشه
25 سال. آه صاحب. بچه‌ها چی کار میکنن بخیر؟ بچه‌ها گفتن نه یک چیز دمی مزدوری نمیخوام گاهی دیگه روزمره دیگه دم مزدوریم دیگه. چند نسل نام خدا؟ 2 بچه دارم. چند سال هستن؟ یکش کجا شده دیگه اردیش در سن جوانی است. خب جوانی درس مرس چیزی درس خلاص کرده مکتب خلاص کرده. خب پانتون میخونه ان شاء الله. پانتونه یکش دمیال در کار است در مزدوری مکتب خلاص کرده دیگه وظیفه هم کس جای برابر نمیشه که دزو برابر شه بیته. او یک جای کار میکنه. با 6000 روپیه کتابچه سودا میکنه پیش یک آجیه. خب بازم خوب است میگه سر کارش که کتابچه است. او خانم قلم و کاغذ است. اون بچه کتی ما گفتن او 12 خلاص کرد پانتون هم خلاص کرد او بخیر رفته و ایران. خب کدام رشته رو خونده پانتون؟ پانتون هنرهای زیباره. هنرهای زیباره بسیار خوب. چیز دستاورد هم داشته در ایران؟ در کلچر در اسنادش کلچر در مقصد نی است یا وقتی نی که او در کار شوه. بیا خدا مهربان است که یک چانس بر شروع شود زحمات خود کشیده. زحمت کشیده خداوند همکاری کنه که ملا صاحبا را گفتن امو اقبال چر بلند کنه و یک رامی و یک گمی تو گفتن یک لقمنان در غریب بیچاره پیدا شود. بیا خدا مهربان است. خدا مهربان دیگه مردم نداره یعنی مردم در کار نیست که یک لقمنان با حلال پیدا شه امور بخوره. ان شاء الله پیدا میشه ایسا. امیر رقم کار حلال کلی مصروف باشه چی بهتر. یا صاحب حاجی صاحب یعنی می وظیفه است این 4 نفر هستی یعنی می‌جنیم که پیدا می‌کنیم. دیگه ولی تقسیم می‌کنیم اگه زرنان گرفته بریم در اولادا پردیش شه. قیمت‌های زغال سنگ امسال چطور است؟ قیمت زغال سنگ از سابق که امسال بازم خوب است. چند است قیمتایشون؟ خروارش 7000 است، تونس 12000. زغال سنگ اول. سال قبلی چند بود؟ 17000 هم رسیده به تونس. 17000 امسال خیلی ارزان است. بسیار ارزان است، خوب است. دلیلش شما میفهمید که به چی دلیله؟ زغال سنگ دلیل نداره دیگه، اون از یافت میاد فضل خدا کار از خود مملکت ما و شما و ارزان است. استخراجش زیاد شده؟ بله. اینمی را که میگه به نام شیخک است. اینمی زغال که میبینی یعنی تو چی است نه؟ این ردا داره. ردا که داره. یعنی به نام شیخک است اینا. اینمی زغال سنگ اول چی است؟ اینمی شیخک است. باز دومش و همچنان سومش کدامش که کمک ضعیف‌تر است؟ والا دوم سومش فعلا نداریم اینجا. شما فقط این درجه اول میفروشید؟ درجه اول اینجا خود باز یک دفعه که مردم خرابش بردک باز دیگه نمیبره پس میاره نه این خود نمیسلک پس میاره. اون برای ما یک درد سر جور میشه، برای مردم خانه عالم درد سر جور میشه. این منطقه اولش مردم پایین میکنه. بازی درجه دوم و سومش که است چقدر قیمتاش تفاوت ایجاد میکنه؟ قرار 1500 تا 2000 قیمتاش فرق میکنه. خب بازی چیزی است که نخواد بسوزه، نخواد که به درد بخوره. سنگ داره دیگه، سنگ داره اون نمیسته. سوختن خو میسته مگم سنگ داره باز قدر خوبش نمیسته نه. درباره از این زغال سنگای تصفیه شدگی شما معلومات دارین که مو چی رقم است یا بهتر استن یا اونا؟ والا او خو خاکش را چی میکنه باز دمازو تصفیه شده جور میکنه. اصلا بهتر ریاست که یاد از خود کان است یا بهتر است. بیخی بیادر مردم ایسایی که واسش نداره هیچ کس چوب قیمت از بیادر که توان مردم نیست که بخره. چند شده قیمت چوبان؟ اینمی چوب وطنی از بیادر اینی خروار 8000 پس اون چوب بلوط ایسایی که از پارسال مانده تا بال یک خروار از 40 سر شده که 10000 پس 11000 پس میگی کسی توانش نداره که بخره. و از پارسال مانده؟ و امسال چرا وارد نمیشه؟ والا فعلا دولت بند کرده می چوب کوی را دولت بند کرده بیادر که از تو کس تانه بکنه. چندی است چوب توت از خروار 7000 پس. اینی چوب اسی که چوب دستک است نه کیم خروار 8000 پس. و تفاوتش نسبت به چوب بلوط چی است؟ والا چوب بلوط که است یک ذره دوام زیاد است، یک ذره دوامش کمتر است. گفتیم وطنی بگیم که بر راست کده میسوزه؟ براست هم نمیکنه. خب چوب بلوط کیفیت نداره، او کیفیتش بالاست. چوب بلوط؟ چوب بلوط کیفیتش بالاست. دیگه بیادر مردم ایسه که توان نداره کسی که 2 خروار میخرید حالا 10 سر میبره.
اما دست یک چیز چاره خدا میکنه. مقصد فقط همون کورم بچه خورم گفته شب روز خدا تیر میکنه دیگه مجبور بیاد مردم چیزی که نباشه کی میخره. بیا توکل به خدا که انشالله روزگار خوب شه. بیا خداوند تعالی وسیله کل مسلمانان را خوبتن از افغانستان کنه. به شک. سلام علیکم. سلام علیکم. مرد دستک. خوب است انشالله. شکر فضل خدا سلامت باشید جناب. مصروف چیکار هستین؟ والا مصروف دیگه چوب فروشی دیگه. چوب فروشی. چرا میبینید دیگه؟ خب از طور که زغال سنگ تخته همچنان خیلی چیزای دیگه اینجا فروش میرسه. زغال سنگ است مگرم تخته و چیزا نیست. چوب بلود و چوب تنها بر سوخته است. خب نمخدا دکانتون کلان است. می چوبا را یک چیز یک بار معرفی کنین چون خیلی از همشهریای ما مشکل دیگه دارن که چین و چوب بگیرن به زمستان و همچنان زغال سنگ. بعضی زغال سنگایی را که میگیرن اصلا نمیسوزه. شما می قیمتاشون یک بار ما بگین همچنان چین و چوبای دارن اینجا. درباره قیمتاش دیگه چیز گفتن نمیتونم. مقصد باز اگر چوبایش نرخش میگی ما برات میگم نامایش میگی. خب همون نرخ چوبا رو پسند میکنید. فیس بخیر است برات میگم. امی خود چوب بلوط است. چوب بلوط است. چوب نرخش فعلا چند شده؟ نرخش دمی خونه 10000 12500 قیمت نمیگین امسال؟ 11000 والا دیگه چی بگید قیمت خاص یک ذره. سال دیگه چند بود سال قبلی؟ خوب چوب بود 7500 8000. امسال چرا قیمت شده؟ والا دیگه امسال راه بند است. چوب بیخی دیگه. این کدام نوع چوب است؟ این چوب است به نام چوب لاچو میگشه. لاچوی از چی رقم است؟ والا دیگه چوب نام درخت دیگه درخت لاچو میگشه. سوختش چطور است؟ سوختش بلوط ورسته. بس ضعیف. یک جایگزین خیلی پیدا کرده بلوط. والا جای بلوط که نباشه دیگه مجبورم هر چوب باشه به نام بلوط گفتم میشه دیگه. خب لاچو قیمت از چند است؟ این قیمتش میاد 9000 می. 9000 یک چیز مراد داره یا 9000 فیکس؟ مراد داره بس رقمی که هست اینجا نام خدا دکان عمده است. من هر کس بیا مرادش بیخی. شما چقدر وقت میشه دیگه کسب و کار هستین؟ از ما پدرها و پدر کلانای نسلی است. لازم نسلی سیم آدم میشه. چه که بریم یا کدام نوع چوب است؟ این چوب به نام شیشم میگشه. چوب شیشم. شیشم بازی سوخت از چطور است؟ سوختش خوب است دیگه. چوب بتنی است دبلوت نمیرسه مقصد دیگه خوب است چوب. نرخ از چند است؟ نرخ از 8500. 8 کاتزی لاچو قدر فرق نداره. تو فرق نداره نه. همچنان زغال سنگ دارن شما؟ زغال سنگ هم بیخی به زمانت است. زغال شیخه میگه. عزیز نانوال بیخی به زمانت زغال سنگ داره. ما امروز زغال سنگ قبلی هم صحبت داشتیم و یک نوع زغال سنگ دیگر بر ما معرفی کرد که میگی اولین است نه در درجه اول است. سوختش میگه بسیار خوب است، یک رنگ بسیار تیره سیاه داشت. قیمتش بر ما 7500 گفت. از شما چند است؟ دیگه اونم خودش دیگه زغالش خراب است یعنی که اون زغال جلبال میکنه از ما. بیخی دیگه خوبش از زغال. خب میگن که سیاه که بود خراب است باز میگن جلبال که میکنه خوبش است. سیاه سیاه تیره است جلبال کنه اون زغال خوبش است. خراشی و میدگو چیزا داره داخلش مرده. چرا نداره. قیمت شما چند است از اون؟ اما 7000 7500 نرخ زغال سنگ نسبت به سال قبلی خوب شده. خوب است زغال سنگ قبلا نشده نه. تونش چند است؟ تونش 12000 12000 سال قبلی تا 17000 18000 خیز کرده بود. 100% چیز پایانی چیز گفتنی داشته باشین کمری ما در خدمتتون است. ما خوش شدیم امروز شما هم کلام شدیم. گفتنی خاص ندارم دیگه. هیچ چیزی ندارم. خیلی ما خوش شدم. یک سوال آخر از پیش شما پرسان کنیم درس تو کجا رسوندید؟ درس خو مکتب خلاص کردیم دیگه. بعد از او پیشش نگشتین؟ نه دیگه لاش کردیم برو بخیر. در کدام درجه بودین در مکتب؟ چیز شوق داشتین یا نمی از طور گفتین نسل ادامه بدیم دم چوب فروشی بیاین؟ شوق هیچ چیزی نداشتیم. شوق درس هیچ اصلا دیگه. هیچ شوق یک در جوان یک شوق داره که ما مثلا دینی کس باید پیش برم. از شما چی بوده؟ از ما دیگه نمیدونم کس پدری گفتیم پارتیم خدا چیزی که پدر ما بود ما چرا نباشیم ما دم کس بریم باید. بسیار زیاد تشکر شما. سلامت باشی. وقت خوش. خداحافظ. خب قیمتای هر نوع چوب و همچنان زغال سنگ گرفتیم. چوب بلوط امسال قیمت شده ولی دیگه چوب لاچو و همچنان چوب که شما میبینین زغال سنگ قیمتاشون ارزان است ولی چوب بلوط چون که همه دکاندارا گفتن بعض جای بند شده دولت بندش کرده بنابر بعضی از دلایلی که قبلا دربارش صحبت کردیم دیگه توکل به خدا تا که زمستان میاد دیگه یک چیز ارزانتر شه تا همشهریای ما خوبتر و بهتر بتونن استفاده کنن و از چیزای پلاستیکی استفاده نکنن چون هوا خیلی خراب میشه بالخصوص در کابل چون چوب هر چقدر قیمتتر بده مردم از چیزای پلاستیکی و چیزای دیگه استفاده میکنن که بسیار ضرر داره به محیط زیست
دیگه ای بود از برنامه امروز و از داشته های برنامه ما. تا برنامه های بعدی شما رو با خدا یگانه میسپارم.